دوست عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با این ویدیو ویژه دیگه برگشتیم و بازم در خدمت شما هستیم. امیدوارم که ویدیو قبلی رو دیده باشین، دوست داشته باشین. همه کامنت های شما رو میخونیم. لایک ها، سابسکرایباتون هم باعث حمایت و انرژی برای ما میشه و خیلی تشکر میکنم بابت حمایتاتون توی ویدیوهای گذشته. ویدیوهای جدید مثل این ویدیو هم حتما حمایت کنین. خیلی داخل کامنت ها نوشته بودین که مجله رو بررسی کنیم. مجله رو آوردیم، دو تا نسخه جدیدم به دستمون رسیده، آوردیم بررسی کنیم ببینیم چطوریه. و قراره که کلکسیون کارت های کیمدی توی هر قسمت یه دسته‌بندی رو بهتون نشون بدیم، چون که تعداد کارت خیلی زیاده داخل ویدیو نمیشه همه دسته‌بندی ها همه کارت رو نشون بدیم و از هر مدل کارت شاید ما چند تا داشته باشیم اما یه دونه میاریم داخل تصویر، چون واقعا تعدادش خیلی زیاده. امروز هم سعی کردیم همراه با این مجله کارت‌های کیمدی، کارت‌های دسته‌بندی پرایم رو براتون بیاریم. البته هر کارت مختلفه و دیگه تکراری نیست. کارت‌های غیر تکراری تعدادش همینا شده و نگاه میکنیم ببینیم که کارت‌های پرایم چه کارتایی داشتیم، چه کارتایی بیرون آوردیم داخل آن باکس و با شما دوستان عزیزان به اشتراک بذاریم. مجله ها رو هم بررسی میکنیم. قبل از شروع ویدیو کامنت، لایک، سابسکرایب فراموش نشه. حتما از ما حمایت کنیم و حتما نظراتتون رو برای ما بنویسین، چون که ما استفاده خواهیم کرد از نظرات شما. خب بریم اول سراغ مجله نارنجی رنگ کیمدی. توی یکی از ویدیو براتون آنباکس کرده بودم. یه بار دیگه بریم نگاه کنیم. یه صفحه اولش همونطور که میدونید یه کارت ویژه قرعه کشی داشت و یه سری برگه برای توضیحات مجله و بعضی از برچسباش هم همونطور که میبینید کامل کردیم. برچسب بنزما، برچسب بیسیکشه، هریکین، امباپه. این هم صفحه کارت ادوانس که سرخیو راموس اینجا و ایدن هازارد اینجا. البته خب تکمیل تر هم خواهد شد و در ادامه بازم توی ویدیوی بعدی مجله رو برای شما میاریم تا اینکه ببینین برچسبایی که به دست میاریم چجوریه و کاملش خواهیم کرد و بازم برای شما ویدیو ازش خواهیم گذاشت. خب اینم کارتای اوورال 100، کارت خیلی محبوب. پاول ندوید، بکینبایر، رونالدینیو برچسبشون داشتیم. مالدینی، لئو یاشین، لیونل مسی، دیگو مارادونا هم این طرف برچسب رو زدیم و پریمیوم ورلد کاپ، مارچلو لیپی، کارلوس پویول، فلیپ لام، دیگو مارادونا، بوفون، سوکراتس، رونالدو. میگم توی ویدیوهای بعدی هم باز هرچی که بیشتر تکمیل شه براتون میاریم. کارتای پریمیوم یورو، پدری، ریکاردو کاروالیو، لئوناردو بونوچی، ماریو بالوتلی، وین رونی، ایکر کاسیاس. میبینین که برچسباش بعضی